تو چرا منو میپیچونی؟ کی گفته تو بیای محل کار من؟ میگم چته بگو. آروم چته؟ برو کارم تموم شد خودم بهت زنگ میزنم. من میگم همین الان باید بهم عزیزم من نوبت لیزر دارم. چقدر باید منتظر بمونم؟ عزیزم اینجا مجموعه VIP مونه، اصلا انتظار نداره. الان میفرستمتون داخل. ببین خانم پک شخصی منو لطف میکنی؟ بله چشم. این پک VIP خدمت شما، هر بار تشریف میارید بعد همراه خودتون داشته باشید. حدیث ببخشید برای مشاوره کاشت ابرو اومدم. عزیزم لطفا تشریف داشته باشید. الان میگم کارشناسای کاشت ابرو برسن خدمت. ای بابا اینجا نمیشه، 2 دقیقه دم در کارت دارم. چیه؟ چرا من از صبح هر چیز زنگ میزنم جواب نمیدی تو؟ دلیلش پر واضحه. تو جمع دوستامون منو خراب میکنی که بقیه بخندن. آخ تو با نمک شوخی میکنی بعد انتظار داری من ناراحت نشم. بچه 7 ساله ای نمیفهمی؟ خب همینا رو زنگ زدم جواب میدادی بهم میگفتی دیگه. چقدر تو نفهمی. یه گندی زدی جای اینکه یه دسته گلی چیزی ورداری بیاری از دل من در بیاری اومدی دست پیشو میگیری. جلو همکارام منو خراب میکنی. بابا تو دیگه کی هستی؟ خاک تو سر من. و اینجوری رفتار نکن. خب اصلا معذرت میخوام. الان چه فایده ای داره؟ من که جلو همه خراب شدم. یه مرد وقتی بالای که اول خانومشو ببره بالا، مگه نه مفت نمیارزه. بی معرفت.